سفیان ثوری رحمت الله علیه امامی در حدیث بدن. روزی جمعه بعد جمعه می رفتن خطبه میکردن، میگفتن که السلام علیکم اهل القبور، اهل قبرستان، پروردگار شما رو بیامرزد، پروردگار صحبت میکردن. در قبرستان می رفتن خطبه میخوندن، موعظه میکردن با خداوند عزوجل کامیابتون موفق تر کند، گناهگارتون بیامرزد، طوری که دیگر فکر دنیا را کنید، زنتون شوهر کرد، خونهاتون صاحب بیافت. می رفتن در قبرستان یک موعظه صحبت میکردن. پس یک ماه پر بیمار شدن، حتی نماز جمعه هم رفتن نمیتونستن، مسجد قبرستان هم نرفتن. بعد در خواب دیدن که قبرستان، اهلی اون قبرستان همه کفانوشون کشیدگی اومده گفته ایشون که چرا ما رو محروم کردید؟ چرا از این ثواب ما رو محروم کردید که ما انس گرفته بودیم؟ هر جمعه می اومدید و می گفتید، یعنی از پروردگار برای ما طلب رحمت و مغفرت می کردید که ما از این بهره مند می شدیم، چرا ما رو محروم کردید؟ حالا که سفیان ثوری رحمت الله علیه امامی در حدیث بدن. برای همین خصوصا اگر پدر و مادر گذشته باشد، هر وقت باید که فرزند برود سر منزل، السلام علیکم پدر فلانی، خدا رحمتت کند، خدا را جایت رو جنت کند، از من راضیت بگرداند، شادت کند، ثواب دارد، ثواب برکت از عزت زندگی، کامیابی در زندگی میشد. برای همین باید که انسان هر وقت باید که سر منزل برود و این سبب عبرتش و سبب درس سبقش و سبب آرام شدن و ادب اخلاقش می شود.